آقا امیر عزیز آماده شده واسه پشت از سکو 280 متری برج میلاد تهران مجموعه جی مکس اسکای پارک بلندترین سکو ثابت دنیا. حست چی آقا امیر؟ امیر یا همون شهروز زکی پورم، از مازندران نوشهر اومدم. حسم عالیه. خدمت همه دوستان عزیز سلام عرض میکنم. مخلصیم. پرچم همه مازندرانیا و نوشهریا بالاست. شهر زیبای تهران. صادق اونجا وایساده ارتفاع 280 متری که آقا امیر وایساده قراره بپره کلی هم کیف کنیم. دست برگرد سر جاش. یه نفس عمیق بکش آقا امیر. یه نفس عمیق بکش. یکی دیگه واسط میشماریم. خب پریدی عین خطکش میری پایین، پریدی دستا باز تا خوردن تمام شد. تناب زرد گره‌دار رو بالا شکم وصل می‌کنی به اون حلقه سیاه. اوکی باش. یه نفس عمیق دیگه. همگی با هم از شماره 5 میشماریم. 5 4 3 2 1 دست بالا. عالی عالی عالی. مرسی مرسی مرسی. عالیه عالی. مرسی مرسی. بیا نمیتونم. عالیه به خدا، عالیه به خدا. آدرنالین، هیجان خالص. تهران برج میلاد، تهران برج میلاد، تهران برج میلاد. شهروز زکی پورم، مازندران نوشهر. چشم داداش، چشم داداش. بس شد. عالیه عالیه بچه، عالیه. بشینم؟ بلند شو بشین. بالا شکر بغل کن. عالیه. ایول، دمتون گرم. دم آقا شهاب، دم همه بچه ها گرم. بچه های خوب تهران واقعا، همه بچه های ایران همشون خوبن. من نوکر هرچه بچه ایرانیه. دم بچه های ایران گرم. بچه های مازندران هم دمتون گرم. کردام دمتون گرم. کردام یاد نکنیم. دستتو ببند. بالا شکل بغل کن. داری بالا جایی رو نگیر. جایی نمیخوری. ماشاءالله. وایسا پاتو نزن. پاتو بردا. بشین. ای دمتون گرم. ماشاءالله.